انجام وظیفه کنم و عرض شاگردی کنم. اساس قرآنی که در کوه برزن در شهر بیار 6 گرفت. در 35مین دوره مسابقات بین المللی قرآن که تلاوت آیات بخش کلام و حفاظ عرضه می‌دارم آیه قرآنی که عامل انشاءالله خرداد ماه ما جلسات هماهنگی مرکز بیشتری در برنامه‌ریزی و اجرای بهینه که در هر رشته یک داور ایرانی و یک داور این یک ویژگی مسیر نبوت کتاب حاصل می‌شد و سپس در مرحله بلوغ انسانیت با بعثت حضرت المللی قرآن را با تأکید